سلام، من پروانه هستم. شرکت توریستی دارم و بعد از اخراج افغانها از ایران تصمیم گرفتم یه سری اطلاع رسانی به زبان فارسی بکنم از مهاجرت و کاستیهاش، حسنهاش و هر آنچه که توی شغلم دیدم برای تمام فارسی زبانهای عزیز که شاید بشه کمک کرد. مهاجرت یعنی جابجایی افراد از یک کشوری به کشور دیگه برای زندگی بهتر با دلایل متفاوت. اولین و مهمترینش فرصت‌های بهتر مالی و شغلی هستش. دومیش برای آینده فرزندانمونه. خیلیامون به خاطر بچه‌هامون مهاجرت می‌کنیم تا آینده بهتری داشته باشن. بعضی از افراد برای اثبات امنیت و ثبات سیاسی اجتماعی مهاجرت میکنن. بعضیا برای تحصیلات در دانشگاه‌های بهتر و معتبر دنیا مهاجرت میکنن. بعضیا برای پیوستن به خانواده یا همسر مهاجرت میکنن، مثل افرادی که به وسیله ازدواج مهاجرت میکنن. و تلخ‌ترینشون فرار از جنگ، فقر و تبعیض هست. یعنی بجز اینها ممکنه یک سری دلایل دیگه هم باشه که من حضور ذهن ندارم. اگه خواستین میتونین بهم کمک کنین، دلایل دیگر هم بهم بگین. ولی بنا در کلی ترین دلایل و عمده ترین دلایل همینا هستن که من گفتم. ما مهاجرانی که خارج از کشورهای خودمون هستیم برای دلایل زیادی، برای بهتر زندگی کردن و بهتر رشد کردن و احساس کوچکی در کشور خودمون مهاجرت میکنیم برای بهتر شدن، برای رشد کردن.